اسم من عباس است. من از کشور عراق میایم. من دیگر نمیتوانم در وطنم زندگی کنم، چرا که در آنجا تحت تعقیب بودم و خانواده‌ام مورد تهدید قرار گرفت. به همین جهت میل دارم در آلمان درخواست پناهندگی نمایم. امیدوارم بتوانم در اینجا زندگی امنی داشته باشم. بعد از رسیدنم به آلمان خود را به اداره پلیس معرفی نمودم. از آنجا مرا به یک مرکز پذیرش اولیه پناهندگان فرستادند. آنجا به من یک گواهی دادند. در آنجا اما نتوانستم بمانم. چون در آلمان همه پناهجویان به طور مساوی بین مراکز موجود پذیرش اولیه پناهجویان تقسیم می شوند. من می بایست مجددا مسافت دیگری را با قطار بپیمایم. بالاخره رسیدم. حالا علاقه‌مندم بدانم چه چیزی در انتظارم است. در ورودی آنجا یکی از کارکنان مرا تحویل می گیرد. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie Dokumente dabei? Documents? من گواهی خود را که بعد از رسیدنم به آلمان گرفته بودم نشان می دهم. این خانم کارمند به من راه منتهی به ساختمان مربوطه را نشان می دهد. اینجا مرکز پذیرش اولیه پناهجویان است. اینجا نیز باید گواهی نامبردار نشان بدهم. یکی از کارکنان آنجا به طور تصادفی هم زبان من است، چیزی که بسیار خوشحالم می کند. عباس و هی الاغطیه الحاف مخده شرشف و من محل سکونتم و همچنین یک پاکت حاوی وسایل مورد استفاده مانند ملافه، قاشق، چنگال و وسایل بهداشتی را دریافت می کنم. من چون هنوز وارد نیستم، یکی از کارکنان آنجا مرا به اتاقم راهنمایی می کند. در این اتاق پناهجویان دیگری نیز جای داده شدند. آنها از کشورهای مختلفی می آیند. یکی از آنها به زبان من صحبت می کند و ارسلان نام دارد و چند هفته است که آنجا می باشد و کمک خود را به من پیشنهاد می کند. این پیشنهاد وی را با کمال میل می پذیرم. من خوشحالم که اکنون بعد از این سفر طولانی بالاخره سقف بالای سرم دارم. در روز بعد خود را به اداره مرکزی خارجیان به عنوان پناهجو معرفی می‌کنم. یک کشور نو، یک زبان ناآشنا. احساس نااطمینانی می‌کنم و امیدوارم که بتوانم همه چیز را بفهمم. یکی از کارکنان آنجا یک گواهی جدید برای من صادر می‌کند. برای این کار یک عکس از من می‌گیرد و اطلاعات شخصی من را چک می‌کند. من یک گواهی نو با عکسم را میگیرم و روی آن امضا میکنم. این به نحوی کارت شناسایی من برای مدت اقامت در مرکز پذیرش اولیه پناهجویان می باشد. خانم کارمند آنجا به من نقشه محوطه آنجا را نشان میدهد و میگوید که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان کجا قرار دارد. در آن اداره باید به زودی درخواست پناهندگی خود را تقدیم کنم. برای این کار زمان تعیین شده را برایم میفرستد. هرچند این کارمند زبان مرا صحبت نمی کند و من هم تنها چند کلمه انگلیسی بیشتر نمی دانم، با این وصف موفق می شویم همدیگر را بفهمیم. ابتدا باید از سوی یک پزشک مورد آزمایش قرار گیرم. وی کنترل می کند که آیا من بیماری های جدی که معالجه آنها ضروری باشد و یا بیماری هایی که ممکن باشد به افراد دیگری در کم سرایت کند را دارم یا خیر. همه چیز من خوشبختانه مرتب است و من سالم هستم. بدین ترتیب اولین گام ها را با موفقیت پشت سر گذاشتم. زمان صرف غذا در مرکز پذیرش اولیه پناهجویان. هنگام آماده سازی غذا به دستورات مذهبی غذایی توجه می شود. من خوشحالم از اینکه اینجا می توانم با پناهجویان دیگری آشنا شوم.
بعد از تقریباً 1 هفته نامه‌ای دریافت می‌کنم که در آن زمانی برای ارائه درخواست پناهندگیم در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی قید شده است. من با گواهی خود را به خانم دربان معرفی می‌کنم. Please sit down. در اتاق انتظار پناهجویان دیگری از خیلی از کشورها نشستند. یکی از کارمندان آنجا دنبالم می‌آید و مرا به اتاقش می‌برد. یک مترجم هم آنجا حضور دارد که حرفهای مرا ترجمه می‌کند. من از کارمند اطلاعات مهم زیادی را دریافت می‌کنم و مجوز اقامتیم را. خانم کارمند می‌گوید این کاغذ به من اجازه می‌دهد برای مدتی که پروسه و پرونده پناهندگیم در جریان است در آلمان بمانم. از این لحظه مهم است که همیشه قابل دسترسی باشم. به این دلیل اجازه ندارم از منطقه معین بدون مجوز خارج شوم. آن هم تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگی من تصمیم گیری نشده است. این امر برای تمام مراکز پذیرش اولیه پناهندگی صدق می کند. در مرحله اول همچنین اجازه ندارم که کار کنم. علاوه بر این می توانم در مورد پرونده پناهندگیم در آلمان مشاوره جداگانه بگیرم. روی این برگه فهرست و آدرس سازمان‌هایی که می توانم در این ارتباط با آنها تماس برقرار کنم دیده می شود. این امکان به من خیلی کمک می کند. بعد از این یک کارمند دیگر اطلاعات مربوط به من را می گیرد. به قد مرا اندازه می نماید و از من یک عکس می گیرد. علاوه بر این اثر انگشتان مرا نیز می گیرد. اثر انگشت برای این گرفته می شود که از هویت من مطمئن شوند و چک کنند که آیا در یک کشور دیگر اروپایی و یا سابقا در آلمان نیز درخواست پناهندگی نموده ام یا خیر. در اروپا این قاعده وجود دارد که همیشه آن کشوری مسئول بررسی پناهندگیم است که من برای اولین بار به آنجا می رسم. به همین جهت اطلاعات من در کامپیوتر با بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی مقایسه می شوند. اکنون درخواست پناهندگی خود را ارائه نمودم و خوشحالم که این قدم مهم را با موفقیت پشت سر گذاشتم. گام بعدی مرا به سوی یک سازمان کمک کننده به پناهجویان هدایت می کند. اینجا می خواهم به طور مشروع در رابطه با پروسه پناهندگی مورد مشاوره قرار گیرم. مشاوره خیلی برایم مفید بود. من خیلی از اطلاعات مهم را گرفتم. تعیین کننده ترین گام برای درخواست پناهندگی مصاحبه پناهندگی می باشد. آنجا می توانم تعریف کنم که چرا میل دارم در آلمان درخواست پناهندگی نمایم. بهتر از تمام مدارکی را که اثبات می کنند چرا از کشورم گریخته‌ام با خود بیاورم. این باعث می شود تا کارمند مربوطه بتواند همه چیز را برای خود مجسم کند و بفهمد. من می توانم وکیل دادگستری بگیرم تا مرا در طول پروسه پناهندگی مورد مشاوره قرار دهد. پول وی را اما باید خودم بپردازم. البته من می خواهم فعلا خودم، یعنی بدون وکیل، تلاشم را انجام دهم. اکنون منتظر وقت مصاحبه میمانم. من از این زمان برای آشنا شدن بیشتر با پناهجویان دیگر و گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد آلمان استفاده میکنم. امروز مهمترین روز من از زمان آمدنم به آلمان است. من به مصاحبه‌ام در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی میروم. هیجان زده هستم و علاقه‌مندم بدانم که چه چیزی در انتظارم است. نگران این هستم نتوانم گفتنی هایم را آنطور که میخواهم بگویم. در کشورم تجربه بدی با ادارات دولتی داشتم. اینجا چگونه خواهد بود؟ یک خانم تصمیم گیرنده اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی در مورد درخواست پناهندگی من تصمیم خواهد گرفت. در اتاق انتظار تلاش میکنم آرام بمانم و تمرکز حواس داشته باشم. Müller? Alles klar, ich hole ihn gleich ab. خلف حسن عباس. در مصاحبه پناهندگی من یک مترجم هم حاضر است. از این امر خیلی خوشحال هستم، چون این احساس اطمینان بیشتر می کنم و می دانم که وی همه چیز را به زبان مادریم توضیح خواهد داد اگر پرسشی داشته باشم.
خانم تصمیم گیرنده برایم در دفترش توضیح می‌دهد که مصاحبه چه روندی را طی خواهد کرد. وی خیلی خوش برخورد است و تلاش دارد ترس و اضطراب مرا بگیرد. ایشان همچنین یک لیوان آب به من تعارف می‌کنند. علاوه بر این وی به من اطمینان می‌دهد که مصاحبه کاملا محرمانه است. این بدین معنی است که وی و مترجم در مورد آنچه که امروز صحبت خواهد شد سکوت اختیار خواهند نمود. هیچ چیز از آنچه من اینجا میگویم سر از کشورم در نخواهد آورد. تصمیم گیرنده از من همچنین میپرسد که آیا متوجه مترجم به لحاظ زبانی هستم و زبان وی را خوب میفهمم. این خیلی مهم است برای اینکه همه آنچه را که میگویم به خوبی فهمیده شود. اگر مشکلاتی به لحاظ انتقال مطالب بود باید حتما آن را در همان جا به زبان بیاورم. تصمیم گیرنده ابتدا چند پرسش عمومی از من میکند. Wie geht es Ihnen, Herr Abbas? حال شما چطور است؟ خوب؟ Gut. Haben Sie sich schon gut eingelebt in Deutschland? توانستید یک کمی به زندگی اینجا عادت کنید؟ آره. حتی شروع کردم کم کم آلمانی یاد بگیرم. Ja, sogar ich etwas Deutsch gelernt habe. Sie fühlen sich gesundheitlich in der Lage, diese Anhörung heute durchzuführen? آیا به لحاظ سلامتی خود را در شرایطی می‌بینید که در مصاحبه امروز شرکت کنید؟ آره، من مشکلی ندارم. Ja, ich habe keine Probleme. Haben Sie zum Anfang irgendwelche Dokumente oder weitere Dokumente als Ihren Reisepass, die Sie mir vorlegen können? آیا غیر از پاسپورتتان چیزی دیگری دارید که بتوانید به من ارائه کنید؟ خیر. مترجم برای من ترجمه می کند. من سعی می کنم به سوالات به طور کامل پاسخ دهم. تصمیم گیرنده همیشه منتظر می ماند تا من جوابم را بدهم. وی بعداً جوابهای مرا ضبط می کند تا همه چیز به طور دقیق صورت جلسه شود. Meine Gründe, warum ich in Deutschland Asyl beantragen möchte. Herr Abbas, bitte berichten Sie mir jetzt alle Gründe. سپس از من خواهش می کند جریانی که موجب فرارم شده است را تعریف کنم و هر مدرکی را که اظهاراتم را مستدل می سازد ارائه نمایم. اکنون زمان آن رسیده است. من باید در مورد آنچه صحبت کنم که در واقع می‌خواستم برای همیشه فراموش کنم. اما تصمیم گیرنده مرا با برخورد دوستانش آرام می‌سازد و به من اطمینان خاطر و اعتماد به نفس می‌دهد. من می‌خواهم در آلمان درخواست پناهندگی نمایم چون در کشورم تحت تعقیب بودم. شرایط آنجا آنقدر بد بود که ناچار نگران جانم بودم. Ich möchte in Deutschland Asyl beantragen, weil ich in meinem Heimatland verfolgt wurde. Die Situation war so schlimm, sodass ich mein Leben fürchten musste. خیلی چیزهایی که سرم آمده تازه حالا یادم میاد. تعریف کردن آنچه بر سرم آمده یک مدتی طول میکشد. تصمیم گیرنده هنوز خیلی سوال دارد. این مرا مقداری عصبی میسازد. اما وی بعداً به من گفت که او مجبور است این سوالات را بکند برای اینکه میخواهد همه چیز را درست بفهمد. اینها دلایلی هستند برای اینکه چرا میخواهم در آلمان درخواست پناهندگی نمایم. Das sind meine Gründe, warum ich in Deutschland Asyl beantragen will. در انتهای مصاحبه میتوانم اظهاراتم را اصلاح کنم چنانچه چیزی بد فهمیده شده باشد و یا میتوانم چیزهایی را که فراموش شده باشد به حرفهایم اضافه نمایم. بعداً توضیحی را امضا می کنم مبنی بر اینکه همه چیز درست ترجمه شده است و من همه چیز را فهمیدم. تصمیم گیرنده بعد از مصاحبه چند هفته‌ای را لازم خواهد داشت تا حکمش را بنویسد. از طریق پست نامه‌ای دریافت خواهم نمود که در آن نوشته شده که نتیجه مصاحبه چی بوده است. این البته خاتمه کار نیست. بر علیه این حکم می توان در دادگاه اعتراض نمود. اکنون احساس سبکی می کنم. این طورها هم که تصور می کردم بد نبود. الان دیگر هر کاری که لازم بود کردم برای اینکه در آلمان پناهندگی بگیرم. البته تا اینجایش هم راه طولانی برایم بود. از زمان رسیدنم به آلمان اتفاقات زیادی افتاده است. ابتدا در مرکز پذیرش اولیه پناهجویان اسکان داده شدم. در آنجا جایی برای خواب و چیزی برای خوردن گرفتم. بعد خود را به اداره مرکزی خارجیان به عنوان پناهجو معرفی نمودم.
پرونده‌ای برایم گشوده شد و مورد معاینه پزشکی قرار گرفتم. سپس در یکی از شعبات اداره مهاجرت و پناهندگی درخواست پناهندگی نمودم. اینجا نیز پرونده‌ای در مورد من با عکس و اثر انگشت من باز شد و من گفته شد که تنها اجازه دارم در یک منطقه معین اقامت به حضور داشته باشم، آن هم تا زمانی که پروسه پناهندگی در جریان است. مدتی را بعد منتظر مهمترین لحظه یعنی مصاحبه بمانم. آنجا برای تصمیم گیرنده تعریف کردم که چرا مجبور بودم از وطنم فرار کنم و ای اکنون در مورد درخواست پناهندگی من تصمیم گیری می کند. نتیجه درخواست پناهندگی می تواند خیلی متفاوت باشد. در بهترین حالت به عنوان پناهنده مورد پذیرش قرار می گیرم و اجازه خواهم گرفت در آلمان بمانم. در بدترین حالت باید خاک آلمان را ترک کنم و به کشورم برگردم. من مقداری به آلمان عادت کردم و افراد خیلی زیادی را دیدم. خیلی امیدوارم که بتوانم در آلمان بمانم و آرزویم برای یک زندگی بدون ترس اینجا به واقعیت مبدل گردد. البته بزرگترین آرزویم این است که وضعیت در کشورم مجدداً بهبود یابد. در این فیلم شخص پناهجو یک بازیگر و داستان فرارش اختراعی می باشد. تمام صحنه‌هایی را که در این فیلم مشاهده نمودید ساخته شدند تا نشان دهنده پروسه پناهندگی باشند.